سلام، آرزو فرانی هستم، مشاور تغذیه و رژیم درمان. یه روز دیگه با شما هستیم. امروز میخوایم در ارتباط با بی‌اشتهایی کودکان صحبت کنیم. شما مادرای عزیز بارها به کلینیک مراجعه کردین و کودکتون دچار بی‌اشتهایی بوده. راهکاری که من به شما توصیه میکنم اینه به هیچ وجه به کودکتون خیلی در مورد اینکه غذا نمیخوره و بی‌اشتهاه خیلی اصرار نکنید. بذارید زمانهایی که اشتهاش بیشتره غذاشو مصرف کنه. قبل از وعده غذای اصلی خواهشاً بهشون تنقلات ندین، جلوی اشتهاشون رو میگیره. حتی الامکان موقع صرف غذا تلویزیون خاموش باشه تا همه تمرکز کودک روی غذا خوردن باشه. به هیچ عنوان اگه کودکتون غذا خورد یا نخورد نه پاداش بدید نه تنبیهش کنید. سعی کنید از ظروف رنگی استفاده کنید و غذاهاتون رو تزیین کنید به سبک کودکانه که اشتهای کودک افزایش پیدا کنه. میتونید از خود کودک برای آماده کردن غذا استفاده کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.